ده‌ها قلم آثار حکاکی هنری و تکنیکی در لیسه عالی صنایع در شهر غزنی به نمایش گذاشته شد. برگزار کنندگان و شاگردان هنرپیشه این نمایشگاه در کنار تشریح نمایشاتشان از مسئولین می‌خواهند که آنان را تشویق کرده تا بتوانند در سطح ملی هنرهایشان را به نمایش بگذارند. نمایشگاه امروزی ما شامل به نمایش گذاری آثار هنرمندای دانش آموزای هنرمند ما که شامل خطاطی بود، حکاکی بود، بخشای تکنیکی بود که شما وسایلش قبلا دیدین. آثارشان رو به نمایش گذاشتیم تا اینا از یک طرف تشویق شوند و از طرف دیگر فاصله میان هنر و اندیشه کم شود و ما بتونیم در آینده نزدیک هنر و اندیشه را در کنار هم داشته باشیم و همدلی ایجاد کنیم بین هنر و اندیشه. مو دا پروژه چې جوړه کړې ده دا په ډېر عادي شکل باندې مو فزیکي شکل جوړ کړی دی. یعنی که څوک وغواړي چې دی خپله پروژه جوړه کړي په خپل کور کې، یعنی یا د خپل کور دپاره یا د بازار دپاره او یا داسې د نور برکونه که تاسې ووینئ په د نورو ځای کې مثلا په بند کې جوړ شوی وي یا داسې په بل ځای کې هغه ټول په همدغه شکل باندې جوړ شوی. دا پروژه موږ د هغو په اساس باندې جوړه کړې. خواست ما از ریاست محترم اطلاعات فرهنگی است که تا نمایشگاه‌های را نه تنها در سطح ولایات بلکه در سطح کشور، در سطح بین المللی برای ما برگزار کنند، چون که افغانستان از نگاه علم و هنر مدنیت بسیار قدیمی دارد. از سوی هم ریاست اطلاعات و فرهنگ غزنی میگوید که ادارهشان همیشه در کنار هنرمندان بوده و آنان را تشویق میکنند تا در سطح بزرگتر بدرخشند. انشالله ریاست اطلاعات و فرهنگ غزنی در این بخش با شما همکار است، با جوانایی که در بخش هنر و خوشنویسی، خط نویسی کار میکنن یا اختراعات میکنن یا حکاکی میکنن. انشالله قطعا همکار است. ما کوشش میکنیم تا زمینه برای جوانایی که در بخش خوشنویسی کار میکنن، خطاطی و نقاشی کار کنن، دیگر زمینه ها زیاد برشان فراهم کنیم. هنر مجموعی از فرآیندهایی است که توسط انسانها با کارگیری خلاقیت، مهارت و تخیل خلق می شود تا احساسات، ایده ها و مفاهیم را منتقل کند و می تواند با هدف زیبایی شناسی، بیان فردی یا نقد اجتماعی باشد.